بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جوانی بود به پدرش ستم میکرد. پدر از دست او به تنگ آمد. آخر گفت پسرم از اینجا برو تو یک سرزمین دیگه، تو که نمیتونی با ما کنار بیای. پسر گفت باشه میرم. موقع خداحافظی پدرش گفت برو پسرم که خداوند جلوی تو خیر بیاورد، اما فکر نکنم، یعنی من راضیم خداوند به تو خیر برساند، اما با این اعمالی که تو داری فکر نکنم. حالا دوستان، جوامع امروزی ما حالشون مثل حال همین جوونه، یعنی هرچه صالحین در حق ما جوامع امروزی دعا بکنن، با وجود این عمل کرده ما، با وجود این غفلت ما، چطور در حق ما قبول میشه؟ یه زمانی بود الله سبحانه و تعالی کرونا رو فرستاد، همه ما رو از داخل کوچه ها جمع کرد، داخل قفس خانه کرد. باز امروز زلزله ها رو الله سبحانه و تعالی فرستاده، همه ما رو از خانه ها بیرون میکنه داخل کوچه ها در این هوای سرد. آخه تا کی نافرمانی الله سبحانه و تعالی؟ مگه قرار نیست من بفهمم؟ مگه قرار نیست من متوجه شوم؟ به قول عاطف اصفهانی رحمت الله علیه، چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیده نیست آن بینی، از مضیق جهاد در گذری، وسعت ملک لامکان بینی. این چشم ها رو باز بکنی. تا کی در غفلت؟ مگه قرار نیست من متوجه بشم؟ بیایید در صفوف نماز شرکت بکنید. باور بکنید غیر از همون روزی که زلزله موقع اذان صبح شد و مسجدها پر شدن، اصلا شبش انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. این صبح بعدی انگار نه انگار که دیروز الله سبحانه و تعالی ما را تنبیه کرده. متوجه باشیم و دست از این غفلت بکشیم و باید بکشیم، چاره ای نداریم. چطور ما رحمتهای الله سبحانه و تعالی رو دوست داریم شامل حال ما بشه، اما در غفلت به سر ببریم و این یک امر محال هست. الله توفیق عمل عنایت بفرماید.